ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 26 دکامبر سال 2022 خبر داد که همه اشتراکچیان لطوکوب یک نابالغ از جانب خوانندگان چند مکتب در کوچه فردوسی پایتخت را معین و دستگیر کردند. شام 25 دکامبر در یک قطار شبکه‌های اجتماعی از جمله در پرویز تیوی ویدیویی نشر گردید که در آن لحظه مناقشه در زیر لطوکوب قرار دادن یک نابالغ از جانب گروه نورسان انعکاس یافته بود. مرکز مطبوعات میلیسای دوشنبه گفت از جانب کارمندان مقامات میلیسای پایتخت یک قطار چاره‌بینی‌های فوری جستجویی گذرانده شده، حالت جنایتی مذکور پر را معاین کرده شد و ویران کنندگان ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شدند. در نتیجه سنجش معلوم گردید که حادثه مذکور صحنه 3 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 13:00 در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 77 78 و 57 با همدیگر رفیقند. با مصلحت پیشکی یک خواننده صنف 8 مکتب رقم 5 را مورد لطوکوب شدید قرار داده، همزمان حالت افغاشی خود را نواربرداری و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. گفته می شود در اطلاعیه بنا به گزارش میلیسای پایتخت در حال حاضر همه گمانبر شوندگان دستگیر گردیده از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی مواد لازمه ترتیب داده شده است و قضیه مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. درباره سبب‌های آن خواننده صنف 8 را لطوکوب کردن این گروه نورسان در اطلاعیه میلیسای دوشنبه چیزی گفته نشده است.